من خودم نزدیک 20 و چند سالی هست که اونور آب زندگی میکنم. کدوم کشور؟ من بیشتر اسپانیا و آلمان هستم، ولی هیچ وقت وطنم رو فراموش نکردم. من خودم 20 و چند سالی هست که تو آب زندگی میکنم، زیرابی هم خوب میرم، تو کار آب کردن وطنم هم هستم، مخصوصاً با آلمان و اسپانیا. با کی اومدی راهپیمایی؟ بابا، مامانم، خاله شری، فهیم و فایزه، همین دیگه. پس همه با هم اومدی. برای چی اومدی؟ برای اینکه امروز روز 22 بهمن. با ننم، آقا جونم، خاله میسمت، خاله ریزه، سگ پاکوتا، سرندیپیتی، هادی و هدا، کار و اندیشه، چاق و لاغر، مراد برقی، اصغر ترقه. برای چی اومدی؟ با ننم، آقا جونم، خاله میسمت، سگ پاکوتا، سرندیپیتی، کنا. همینا رو باید بگم دیگه ها؟ یا چیز دیگه هم هست بگیم که ما بگیم. من به عنوان نسل سوم انقلاب اعلام میکنم که مثل همون نسل اول انقلاب پرشور، محکم و استوار ایستادیم و از ارزش‌ها و آرمان‌های بلند نظام و انقلاب اسلامی خودمون کوتاه نمیایم. من به عنوان سم اسب انقلاب اعلام میکنم که مثل همون اسب بخار، مثل خیارشور ایستاده ایم و از بالای ارزش‌های کوتاه انقلاب بلند خودمون اسپک میزنیم. تمام مردم دنیا چه توی خاورمیانه چه تو مناطق دیگه الگوپذیری میکنن از قیامی که توی انقلاب اسلامی سال 1357 توی ایران به وجود اومد و مطمئنا این آخرین تاثیرم نیست. مسلما تاثیرهای دیگه هم چه تو سالهای آینده چه تو وقایع دیگه تو سراسر دنیا خواهد داشت. من میخواستم به دشمنای نظام بگم که فکر نکنم فقط تیپ‌های جواد هستن که برای راهپیمایی میان. میخواستم تو این مسیج هم بگم که بسیجی خوش تیپ هم هست. من کفشم آدیداسه، تیشرتم پوماست، جورابم نایکه، ساعتم هم سیسیلیه. انشالله راه خودشون رو به صراط مستقیم وصل میکنن و انقلابشون مانند انقلاب پیروزی میانجامه. انشالله صراط مستقیم یه جوری خودش رو با ما وصل کنه، از جمهوری هم رد بشیم بندازیم تو امام که بعد دیگه بپیشیم تو انقلاب و تهش هم دیگه پیروزی و جردن، بعد کش کنیم تو زعفرونی و مقدس اردبیلی، از اون برم شمرو. کردن تو در این راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردی، چه حسی داری؟ حس خیلی خوبی دارم. حس میکنم که باید باز هم راه پدر مادرای گذشته رو باید ادامه بدیم و مشتی بر دهان آمریکا و اسرائیل. من هر بار که توی این راهپیمایی شرکت میکنم با مشت میکوبم توی دهن پدر مادرای گذشتم و راه آمریکا رو ادامه میدم. خیلی هستن که علیه این رژیم جفستیزی میکنن و ما همچنان دشمنان زیادی داریم. با اونها باید چگونه رفتار کنیم؟ با اونا نمیفهمن این کارا رو میکنن. با اونا؟ کدوما؟ نفهمتر از اون حرفاییم که بفهمیم اونا نمیفهمن. سوالتون چی بود؟ یه بار دیگه؟ کدوما؟ تأثیر 22 بهمن هست که ما الان به وضوح در کل جهان میبینیم و این مشت محکمی بر دهن تمام یاوه‌گویان. من به نظرم این مسابقات یه خیلی تکراری شدیم. ما 32 ساله داریم ما با مشت میزنیم تو سر و صورت دهن یاوه‌گوها و استکبار و صهیونیسم و دشمنان. امسال پیشنهاد میکنم در یک حرکت محکم گندله بریم با دهن بریم تو مشت اینا تا به خاورمیانه ثابت کنیم که ما خاورمیانه شیک و خوشگل داریم. ما تا جان در نفس داریم از رهبرمون مملکتمون دفاع خواهیم کرد. ما تا آخرین تیکه رگمون که تو نفسمونه و آخرین تیکه جونمون که تو حلقمونه، از آخرین قطره ولایت که کف پامونه، تو خط دفاع نظام هد میزنیم که آقا ولش کن یه پارچ ساندیس بیار بخوریم که تو خونمونه که. جمعه چه خبره؟ جمعه راهپیمایی واسه. خب چیکار می‌کنی؟ دارم ماشین رو درست کنم خراب شده. نه اون روز چیکار می‌کنی؟ اون روز میریم دیگه. جمعه چه خبره؟ جمعه ختم والده آقا ماشاءالله سی. خب چیکار می‌کنی؟ این یاتاقان زده آفتاباتش تنظیم کنه. نه اون روز چیکار می‌کنی؟ اون روز با آقا ماشاءالله اینا قراره بریم هتل قوم اونجا. چرا؟ به خاطر تجدید و بیعت و پشتیبانی از والده آقا ماشاءالله تا یه مشت محکمی باشه تو دهن آفت الله که ابوی آقا ماشاءالله هست.